و علیکم السلام. برادر ما سوال کردن درباره سلام کردن اهل تشیع. اهل تشیع اگر مو باشه امو تشیع واقعی باشه که نمی است که صحابه را تکفیر میکنن. قرآن میگن کم زیاد شدگیست، حدیث قبول ندارن. امی تشیع و که صحابه خود دین به ما رسانده، اهل دین تکفیر خودش کفر است و از غیر الله مدد میخوان، یا علی یا حسن یا حسین. قبرها را عبادت میکنن، اماما را حاجت را مشکل کشان. اگر می باشه این کفر اکبر است. سلام کردن جایز نیست، دوستی جایز نیست، معاشرت کردن، معامله کردن، ازدواج نکاح کردن، دادن گرفتن کلش ناجایز است تا وقتی که صحیح قرآن قبول کنن و حدیث پیامبر سنت عقیده توحید کفر و از غیر الله، از عبادت غیر الله دور شوند. عبادت قبر و اماما و اینا رهبرا دور شوند. تا کی کار نکنن یا در جمع اهل سلام و اهل چی نیستن اینا که آدم که از اینا معامله کنن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر مسئول کردم آیا شوهر اجازه دارد که در مورد فامیل و مادر و پدر خانمش چیزی بگوید یا بدهد، یا مشکلات خانه مادر و پدر خانمش را برای خانم کشیده و او را هر وقت یاد کنه؟ نه، کدام چیزایی که مشکلات است او را باید احسان گذاری نکنه. شوهر مشکلات از او را یاد کنه که ما خدمت کردیم. هر کاری که شوهر میکنه به خاطر الله انجام بده. ها گفتی در مورد فامیل و مادر و پدر خانمش چیزی بگوید یا بدهد؟ نه، چیز خوب بگوید، چیز خراب نه. مشکلات خانه مادر پدر خانمش را نه، مشکلات از او را نباید بیاد کنه. تو را الله پیدا کنه مشکلات و حل کنندم الله. کدام خیر یا دوستش می انجام بده نه گپ خوب بگوید. الله در قرآن میگه که وقول للناس حسنا، بر مردم گپای شایسته و زیبا کلمه توحید گپای خوشحال کننده را بگوین، گپای خوب بگوین. مثلا میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی با الله و روز قیامت ایمان داره اگر مؤمن است گپ خیر بگوید، سخن منفعت فایده را یا چوب بشه. و سوال دوم چه اندازه خانم باید نگاه شرعی باید خدمت پدر مادر شوهر انجام بده؟ به اندازه توانش. به اندازه توانش اگه توان داره چقدر که داره بکنه. در غیر از توانش بالا خدمت وجود نداره، توان بالا نکنه. قسم حالا مردم توقع دارن از نگاه شرع چیز زیاده کن الله خیرا یا کنه. حالا توقع بسیار بالا دارن که مادر پدر ای تو بکن چیزی که در چیز میاد، یعنی همه خدمات انجام بده. اینطور در اسلام نیست. با اندازه توانش بکنه. از او زیاد توانش نیست خود شوهر باید خدمت بکنه، یا اگر توانش خانم بالا شوهر خدمتگار استخدام کنه. شوهر هم دیگه فشار سر خانمش نبیاره، باید یک مجبور خانه جور نکنه. او به اندازه توانش مکلفیت داره خدمت شوهر بکنه و خانه کنه. دیگرها که هست اختیاری هست، یعنی اخلاقی سگه میکنه خانه شده نمیکنه بکنه. خوب از دیگه فرهنگ افغانی هست. الله فرهنگ ما شما را ایمانی و اسلامی جور کنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر مسئول کردم آیا شوهر اجازه دارد که در مورد فامیل و مادر و پدر خانمش چیزی بگوید یا بدهد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر مسئول کردم آیا شوهر اجازه دارد که در مورد فامیل و مادر و پدر خانمش چیزی بگوید یا بدهد، یا مشکلات خانه. سوال کرده که خب خداوند چی ضرورت دارد که ما اون را عبادت کنیم؟ خدا بینی ها بله ضرورت ندارم. الله تو را امتحان میکنه. الله در قرآن میگه ولا نبلونکم، حتمی شما را امتحان میکنه. احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها گمان میکنن که بگن ما ایمان آوردیم یا امتحان نمیشن؟ الله امتحان میکنه که آیا این بندگی مرا میکنه، اطاعت میکنه یا نمیکنه. ضرورت نداره. اما الله معبود بر حق است. الله ذاتی است که باید ذاتش عبادت شود، قانونش اطاعت شود، عظمت و کبریایش بیان شود.
مخلوق به می خاطر پیدا کردگی. کسی عبادت نکنه. الله در قرآن میگه وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. و ربتان میگه عبادت مرا کنین، دعا از من بخواین، من قبول میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسایی که تکبر میکنن از عبادت من، که عبادت نمیکنن متکبرن، زود است که در جهنم داخل شوند، داخرین ذلیل. اینم کسی هر کافری که از خودت هم کی گپ میگه، اگر گپ خودت باشه، خودی کلمه ناجایز است، کلمه ناروا، کلمه دیگه بوی کفر و شرک میاد. در کشور کفریست امریکا و اروپا حتمی از قانون و نظامش اطاعت میکنه. یعنی قانون باید بپذیرین، نظام باید بپذیرین. الله متعال میگه نظام باید بپذیرین تا که شما دیگه تا نخورین، حیوان وارد زندگی کنین نکنین. زیرا عبادت به معنای اطاعت از قانون الله است. اطاعت از قانون الله تو انسان میسازه. اگر عبادت و اطاعت نکنی، حیوان درنده میشی، جامعه را خراب میکنی، دنیا را خراب میکنی، یک ویروس میشی. ویروس باید از بین برده شود. به این خاطر است که الله نیاز نداره، اما خود انسانان نیاز داره که زندگی امن و امان داشته باشند و یک زندگی که انسانی داشته باشند، خیرشان به مردم برسه. باید اطاعت از نظام الله، عبادت به معنی اطاعت از قانون الله، این کار باید بکنم. و علیکم السلام. هدف پیدایش انسان ها در الله متعال در قرآن پیدا کرده که عبادت و اطاعت است. یعنی در دنیا که انسان ضرورت داره، نیاز داره به قانون نظام. بهترین قانون نظام قانون الله است که اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. دین و قانون زندگی الله میگه فقط اسلام است. هر چی که پیش الله معتبر و مقبول است. بهترین دین نظام است که امنیت ایجاد میکنه، مشکلات دور میکنه، گم میکنه. و این میره عبادت هم گفته میشه، اطاعت از نظام الله. و می خاطر در سورة ذاریات الله میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما پیدا نکردیم، الله میگه، جنیات را و انسان ها را الا مگر پیدا کردیم لیعبدونی، تا که فقط ما را عبادت کنند. عبادت های خاص، نماز، روزه، زکات، حج، ذکر، نذر، قربانی و عبادت های عام، اطاعت از قوانین نظام الله در زندگی خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در کل بخشا دستور الله اطاعت کنی، از قوانین کفری طاغوتی دور شوی. اینمی هدف پیدایش. دایی هدف دنبال کنی، خوشبختی دنیا و آخرت است. در دنیا هم آرامی، سکون است، بعضی مشکلات به سبب بخشش گناه میشه. در آخرت الله نعمت ها و جنت ها را میتن. موفق مایت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، الله متعال بتون توفیق بده که دیگه هم درس‌ها را گوش کنین. همی دلتنگی تا حتمی از اینمی است که شما از قرآن و سنت دور شدین. از وحی از زمانی که انسان دور شود، شنیدنش بسیار مهم است. یا قرآن با تدبر بخوانی، با معنا، با مفهوم، و یا اینکه بشنوی. اینمی دو چیز انسان اطمینان میده، مشکلات عمل میکنه. فرای اسلام آسان از دین دیگر. فرای چیزی که فرض است، یعنی مسئولیت است را انجام بدید. علم فرض است، علم یاد بگیرین، قرآن، سنت، وحی. و بعد از او نماز 5 وقت پابندی با جماعت، روزه گرفتن، نماز نفلی خواندن، دعوت دادن، مردم اصلاح کردن و بر تطبیق نظام الله مبارزه کردن، از گناه اجتناب کردن، کار حلال مشروع پیش گشتن، دعا کردن، پیدا کردن، انجام دادن. دیگه اینی وقتی که جوان شد انسان ازدواج بکنه، غم از ایران بکنه، و هم فرضه توانایی پیدا کرد. دیگه همین فرایض انجام بده، از گناه اجتناب که در این وقت برای حل مشکل انسان دعا کنه، عمل صالح بکنه، زیرا تقوا را انتخاب کنه. الله متعال در قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از الله بترسه، تقوا بکند، الله بر از او راه بیرون رفت از مشکلات پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی میتش از او طرفه که هیچ گمان نکنه. الله متعال روزی حلال برش نصیب میکنه. بنان شما همی کارا را بکنین، الله متعال دلتنگی را گم میکنه. الله را قرآن با تدبر بخوانید. شما اگر وجود در لینک ها نیستین، گروه تفسیر است از ما، گروه تفسیر است دیگه، فتح المجید عقیده است، حدیث از بلوغ المرام، اینمی را گوش کرده برین و عمل کنین، دعا کنین، الله مشکلات حل میکنه. مشکل کشا الله. اعتمادتان به الله باشه، دعای مسلمان حتمی قبول میشه.
ما هم برتان دعا میکنیم الله مشکلاتتان حل کنه. تا که وقتی ما شما به احکام الله عملی نکنیم الله امتحان مشکل حل نمیکنه. اونا گفتیم تقوایی است که فرایض عملی کنیم، از گناه دور شیم، الله مشکل حل میکنه. رزق به دنیای غم، رزق هم الله میته دیگه که اون مشکلات حل میشه. در این باره بسیار دلایل از مکم دلایل برتان گفت. موفق باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم سوال کرده برادر ما که اهل سنت جماعت میگویند که سلفی ها شاخه از روافض است. میشه بگه چگونه رافضی هستند؟ تعجب است. اهل سنت و جماعت کی است که گپ میگه؟ اصل اهل سنت و جماعت سلفی هاست. یعنی سلف منصوب به سلف صحابه را میگه. کسی که سلف صالح، کسی که به قرآن سنت عمل کرد، عقیده‌اش مطابق قرآن سنت بود، الله متعال اعلان رضایت کرده در قرآن از اونها و سابقون الاولین من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی الله عنهم. الله میگه الله ما از اینا راضی است. مهاجرین و انصار اینا سلف هستند. اهل سنت که به حدیث عمل میکنن جماعت صحابه را میگه. همی سلفی هست، همی سلفی همی اهل حدیث هست. یکی میگه از روافض است. کدام اهل سنت گفته؟ این کسی نمیگه چگونه رافضی هستن. این کسی که این گپا میزنه یا اهل سنت نیست. خب یا اهل سنت جماعت نیست. این کدام گروه دیگه است. سلفی ها اصلی اهل سنت و جماعت و اهل حق هستند. کسی هستند که به قرآن به صورت کامل و با همه احادیث پیامبر صلی عمل میکنند. پابند به یک مذهب نیستند که من این مذهب ما چی که گفتم امور قبول دارم، خوب از یا راست است، بد از یا نارواست، اشتباه یا خطاست. این گپ می آدمای مذهبگرا و متعصب و همی است دیگه. رافضی یا از رافضی ها نفرت دارن، رافضی ها را اعلان برات دارن از اونا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستم. سوال کردن برادر ما که اگر یک شخص با یک دوست یا خویشاوندش رفت آمد نکنه، به خاطر اینکه میدونن رفت آمد با آنها به ضررش تمام میشه و جنجالای ناقیاف میشه، خب به این خاطر با آنها رفت آمد نمیکنه و هیچ کدام بغض و بدی در دلش به خاطر فرد مقابل نکاته درست نرود خانه آنها نه. اگر رفت آمد عام نمیکنم، از دعید بره، در مناسباتشان بره، در مشکلاتشان مریض شد بره و بعد اونا با اول پرسانی کنه، اول پرسی بکنه. دیگه صله رحمی فرد است. خب پیامبر صلی الله علیه و جنت قاطع، کسی قطع صله رحمی میکنه و در جنت نمیره. و صله رحمی کسی میکنه الله میگه مورا به او وصل به خود وصل میکنه. سبب زیادت عمر میشه، سبب از اینکه الله متعال بسیار مشکلات انسان حل میکنه. یک فریضه است و الله در قرآن میگه و آیت ذی القربى حق و خویشاوندار حق شبته، حق شمیش که زیارت کنی، پرسان کنی، احوالشان رو بگیری، از مریضیشان با خبر باش، با اندازه توانت به آنها کمک بکنی. دیگه این کارا رو بکنی، جنجال نکنی، جنجال پیدا نکنی. خب سوال کردن برادر ما که حنفی ها از حنابله دلیل میگیرن که دل بستن مردها بالای سینه در نماز عمل نصاراست. حنابله خودش خود دست سر سینه میگیرن. این غلط است. در کدام کتاب گفته دل بستن مردها بالای سینه این در نماز عمل نصاراست؟ یعنی در کجاست؟ این گپ دروغ است. خب این چیزی وجود نداره. حنابله خودشان دست سر سینه میگیرن یا زیر سینه. عمل نصارا نیست و چیزی که در اسلام ثابت باشه ما شما با او عمل میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله. درباره گرفتن و دادن تعویض معلومات بده و جواب داره یا خیر لطفاً با دلیل سند جواب بده. درباره تعویضات یکی رقیه است. رقا دم می پیامبر صلی الله رقیه کرده در احادیث است و رسول الله میگه که رقیه کردن صحابی در حدیث صحیح بخاری است که کسی رقیه کرد باز گفت یا رسول الله من رقیه کردم جایز است یا نه؟ پیامبر صلی الله گفت بله و چیزی عوض از او چه اجرت هم گرفته بود، چند تا گوسفند داره دیگه. یعنی رقیه دم کردن و یا قرآن بخوان یا حدیث مشکل نداره، اما تعویض دادن که یعنی چیزی رو نوشته کنی بازو رو پوش کنی در گردن پتی، در اختلاف است. کلمات چی باشد
مجهول باشد یا مثلا ابجد باشد، یک و دوی چیزا ناروات ناجایز یا طلسمات باشد یا شیطانی باشد، خود شرک است. این شرک اکبر و شیطان ها مدد خواستن باشد. شرک اکبر یا شرک اصغر میشه. و اگر آیات قرآن باشد در اختلاف است، بعض علما جواز داده، اما صحیح است که مو هم جایز نیست، ضعیف از جوازش مرجوع است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله من تعلق تمیمه فقط اشرک، کسی یک تمیمه را آویزان بکنه بدون شک شرک کرده است. تمیمه هر چیزی که در گردن آویزان میشه، طفل باشه یا کلام باشه، به خاطر از کدام مشکل حل کنه، همین را گفته میشه. این حال پیامبر صلی الله علیه و استثناء نکرده که اگر در تمایم مثلا آیات قرآن باشه ای باشه، برای جوازش کدام استثناء نامده. یک حدیث دیگه است: ان الرقا و طولت و تمایم شرک. رقا یا گفته شرک است، اما او رقای شرکی است. بعد رقای صحیح که است، یعنی رقیه صحیح استثناء شده، اما در تمیمه نشده است. دیگه ای تمایم که است دو نوع است. همیشه اگر اجازه داده شود اسلام به خاطر صد ذرایع، یعنی به خاطر که ذریعه شرک وسیله چیزی که وسیله برای شرک می شود بند شود، همین تعویضات که مکمل بند باشه، کسی تعویض شرکی هم داده نمیتونه. اگر جایز شود با ممنوع و جایز و غیر ممنوع یک جای می شود، مشکلات پیدا میشه. بنان صحیح همیست که این نوع تعویضات انسان نگیره و تعویض در گردن خود نپرته. فقط قرآن رقیه مشکل پیدا شد، رقیه بکنه، قرآن بخواند یا حدیث است: سلام رب الناس ذو الباس رب الناس. اینی دعا است: بسم الله یقیک الله یشفیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس و عین حاسد الله یشفیک. اللهم رب الناس ذو الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. این چیزا است. ما دیگه این چیزایی که تمیمه و تعویضات این چیزا این بند باشه، صحیح همیست که جواز نداره. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردم برادر ما که الحمدلله خوب هستم. سوال شانی است که نماز به طریق رسول هم گفتم مختصر بگوید. خب دیگه دوستان گفته بود، ما مثال مختصر براتون میگم. یک شرایط نماز است خب که در بیرون، شرایط بیرونیش که وقت داخل شود پیش از اون نمیشه، پیش از وقت پاکی از بیوزگی و جنابت اینا بود و دیگه پاکی بدن و لباس، جای عورت پت کردن، به قبله روی گشتاندن، یعنی فرایض است. نیت در قلب کردن، زیرا بدون نیت نماز نمیشه. انما الاعمال بالنیات صحیح حدیث. بعد از ارکان نماز است. اگر که مذاهب اختلاف داره، اما صحیح چیز که ارکانش تقریبا 13 رکن داره. یک قیام در وقت قدرت انسان داشته باشه، قیام فرض است. و قوموا لله قانتین. دوم تکبیر تحریمه که با الله اکبر شروع می شود گفتن تکبیر تحریمه بگویی الله اکبر. و سوم سورة فاتحه را خواندن. الحمدلله رب العالمین باید خوانده شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و صلات لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب. و چهارم رکوع کردن که هم رکن نماز است، بدون از این نماز نمیشه. پنجم از رکوع بلند شدن که هم یعنی اگر کسی از رکوع بلند نشه نماز نمیشه. ششمی که سجده کردن، سجده هم بکنن، در بین دو سجده نشستن. و هشتم سجده دوم کردن، رکن نماز آخر. نهم آخری قاعده یعنی سورت آیت تشهد کردن، قاعده یا تشهد، درود با پیامبر صلی الله علیه و سلم. این دیگر رکنش در بین رکعت‌های نماز به ترتیب خواندن. و هر 12 میشه که به هر رکن با اطمینانش، یعنی آهسته آهسته بسیار با اطمینان رکوع را، سجده را، قیام، قرائت، حتی این را با اطمینان انجام دادن. دیگه سلام دادن بر دو طرف. اینی ارکانش است. طریقه بسیار کوتاهش همیست که اول نیت میکنی در قلب. این نیت به زبان جایز نیست، به دلیل باید میگیم برکات. و دوم الله اکبر میگی، دستایت یعنی بالا میکنی، باز بیان میکنی، بعد از الله اکبر میگی. سوم دعا را میخوای بالله میگی، بسم الله میگی، یعنی بعد از سبحانك اللهم و بحمدک این را و یا دعای دیگه. و سورت فاتحه را میخوانی، یک سورت با امراش میخوانی، باز بر رکوع میری، از رکوع استاد میشی، سجده میکنی،
از سجده استاد میشی، کمی توقف میکنی، بعد از باید سجده دوم میری. از سجده دوم بسر با اطمینان خواندن، با قیام استاد شدن دیگه. اینی میرو هر رکعت هم قسم خواندن. نیت گفتیم اراده را میگه، قصد میگه به قلب میشه، به زبان ضرورت نیست. و به زبان حتی بدعت است، ناجایز است. حتی مولا قاری حنفی درباره نیت میگوید که در شرح مشکات مرقات وخیل لا يجوز تلفظ ما گفته شده که جایز نیست تلفظ فینو بدتون و مطابق کما تکون فی الفعل تکون فی ترک. مطابق می قسمی که در فعل پیامبر صلی میشه در ترکشان. کار پیامبر صلی نکرده در عبادت تو هم نکن، کار را در عبادت ها انجام داده تو هم انجام بده. و من واظب علی فعل لم یفعله الشارع فهو مبتدع. کسی مواظبت همیشگی کنه به فعلی که شارع یعنی پیامبر کار نکرده، این مبتدع میشه. یعنی نیت به زبان نیست که کردن بخوانم چهار رکعتی دیگه. تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر گفتن در کدام حالتی را بگویی؟ زمانی که دستای تا بالا میکنی. دستا را در کجا بالا کنی؟ دستا را در سه حدیث آمدگی، یکی در برابر شانه های دستا را بالا کردن، در شانه ها. دوم در نزدیکی نرمی گوش و نزدیک در خود گوش نزنی. و سیوم در بالای گوش یعنی فرو و زنین آمدگی است، مثل بلند گوش. در سه سیه کسایی که دوستای خودن در گوش خودن میچسبانن این جایز نیست، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. خب باز رفع یدین یعنی دستا را بالا کردن در چند مکان میشه. اول خو ایره بفهمیم که نوع تکبیر تحریمه میگیم کل مذاهب اتفاق دارن که دست بالا میگن، یعنی رفع یدین میشه. و دوم در وقتی که در رکوع میروی، در رکوع که میروی باز دست تا بالا میکنی و باز از رکوع که بالا میشه سمع الله می باز دست یعنی رفع الیدین هر دو دستا را بالا میکنی. سه و چهارم از قاعده دوم که میخیزی باز دست تا بالا میکنی، دستای تا شانه یا تا گوشت میرسن. یعنی غیر از تکبیر تحریمه دو بار در رکوع رفتن رکوع و بعد از قدم این سه بار دیگه هم دستا را بالا میکنی، یعنی رفع یدین در چند مکان دیگه میکنی. و در هر رکعت هر وقت در رکوع می رفع یدین باز از رکوع میخیزی هر دو دستان تا بالا میکنی تا شانه ها. دلیلش هم می است که خب عبدالله بن عمر از رسول الله صلی الله علیه و نمازش نقل میکنه، میگه که کان یرفع یدیه حذو منکبیه، بود رسول الله صلی الله علیه و دستا بالا میکرد بعد در برابری از دو شانهش. اذا افتتح الصلاه وقتی که نماز شروع میکرد، و اذا کبر وقتی که تکبیر میگفت رکوع بر رکوع بعد دست خود بالا میکرد. و اذا رفع رأسه من الرکوع رفع ما كذلك، دیگر سر خود که از رکوع بالا میکرد بعد دست خود بالا میکرد. یه حدیث امام بخاری جلد اول صفحه 102 نقل کرده. یعنی سعی کنین که صحیح حدیث در صحیح بخاری است. بعض مردم که رفع یدین منسوخ است. وقتی بود که مشرکین میگه یا منافقین به امر رسول الله صلی الله علیه و می بودن و بوتا را در زیر دست خودم می گرفتن و به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله گفت. اما این گپ باید بفهم که یک دلیل به نسخش وجود نداره، نه از قرآن و نه از حدیث و نه از اقوال صحابه. و کسایی که محدثین واقعی هستند یعنی محققین هست از اونام ثابت نیست. اگر یک باشه که بوتا در دستش باشد تکبیر تحریمه هم دیگه دستا بالا میشه. خواهی با اونجا دیگه اگام تو میگه خواهی چی ضرورت است که دستا را بالا کنه. دیگه دویمی که مشرکین بوتا خودم پیشروی خودم میگرفتن، نه که در زیر بغلای خودم بگیرن. و نماز هم که در دور مکی یعنی فرض شد، در مؤخرای دور مکی فرض شده دیگه. پس یعنی دست بالا کردن این در حدیث ثابت است که کسی که منسوخه، این دلیل به نفسش وجود نداره.
خب وقتی که تکبیر تحریمه گفتیم دستار در کجا بانیم؟ مینال الله اکبر که میگینی، بعد از الله اکبر خود سبحانك اللهم است او را پسان بیان میکنیم. بعد از تکبیر تحریمه دستار در کجا بانیم؟ جوابش است که در سینه ماندن دستار صحیح است. خب در احادیث یعنی در مجموع به درجه صحیح میرسد احادیث. در مختلف روایت آمده است در سر سینه بانی هم در زیر سینه میشه. دست راست در دست چپ بانی و دست میشه که دست راست در دست چپ ماندن از بند دست بگیری است با بالای دست هم بگیری از بند دست بالاتر نزدیک آرون یا اینجا هم دست بگیری یک دست سر دیگه دست باندن، یعنی کلش صحیح است. یا در پشت دست بانی یا در بند دست بگیری یا از چیز دست تا سر آرونجاک بانی، کل همی طریقه ها صحیح است. سر سینه زیر سینه هر دوش صحیح است. خب و حدیث صحیح آمد در این باره که ابن خزیمه در صحیح آوردگی است که وائل ابن حجر میگه رضی الله عنه که ما رسول الله صلی الله علیه و آله پشت نماز خواندم و وضع ید الیمن علی اليسرى علی صدر، دستورات خاطر دست چپ خود در سینه خود ماند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله می کار کردگی است. او که میگه دست خود زیر ناف بان و حدیث ضعیف است به اجماع. این من السنت وضع الکف علی الکف تحت الصدر، میگه سنتی است که علی رضی الله عنه میگه که یک کف سر دیگر در زیر ناف بان، او ضعیف است. پس این حدیث همی است که در سر سینه بان یا زیر سینه. بعد از اینکه الله اکبر گفتی دستای تا در سینه ماندی، بعد از این چی کار بکنی؟ کدام دعا؟ دعای زیادی است. یکی دعایی است که هم مردم میگه سبحانك اللهم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک و لا اله غیرک. این دعا را میگه. این دعا هم ثابت است و در بسیار احادیث آمدگی است، صحیح است کسی که میگه و هم ثابت است. دوم دعایی که در حدیث صحیح بخاری آمدگی است، شماره حدیث 744 که در اونجا میاد که پیامبر میگفت که اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من خطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل من خطایا بالماء والثلج والبرد. و دیگه ای که خب اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من خطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. حدیث صحیح بخاری است. دا یک بعض وقت خیره و بعض وقت نو که افتتار شروع میکنیم یا اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمین. یعنی اول مسلمین پیامبر میگفت ما شما بگیم وانا من المسلمین. یعنی روایت هم ابو داود آمدگی است و حدیث صحیح است. و بعضی وقتی را میگی که الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یا الله اکبر کبیرا الحمدلله كثيرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. یعنی چندین بخشا روایت آمدگی است. خب بعد از اینکه دعا را گفتی تسبیحات چی میگی؟ بعد از اعوذ بالله میگی بسم الله الرحمن الرحیم میگی. یا در الفاظ مختلف آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان من نفخه و نفثه و همزه. این تا مسند احمد آمدگی است، ابو سعید خدری روایت کردگی است، حدیث صحیح است. استعاذ فی الصلاة شماره حدیث 808 در ابن ماجه است. در ابن ماجه است. یعنی اینی اعوذ بالله را میگی. بعد از اعوذ بالله سورة فاتحه را میخوان. الحمدلله رب العالمین و سنت طریقه میست که در هر آیت توقف میکنی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. همین تو توقف کرده ای تو نه که با یک زبان الحمدلله رب العالمین تا آخره بخوانی. دیگه خب برای سورة فاتحه خب بسیار دلایل از یکی حدیث صحیح در بخاری شماره حدیث 756 پر مثلا میگه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه کتاب. نیست نماز برای کسی که لمن هر کسی امام باشه مقتدی باشه لم یقرأ قرائت نکنه سورة فاتحه را، هیچ نمازش نمیشه. این دلیل بسیار قوی است و دیگه هم دلایل زیادی هست همین کفایت میکنه. حتی سورة فاتحه خواندن بی رکن است، باید آدم بخونه.
در خفیه خوب بخواند، در جهری هم بخواند. در سکتا خوب است، یعنی در غیر از آن میتواند. سورة فاتحه امام اگر در جهری است بلند میخواند، اگر مقتدی است از پشتش میخواند. در خفیه خیلی ضرور است یعنی بخواند. در جهری هم فرض است. امام مقتدی اردوش بخواند سورة فاتحه را. خب در این باره خو یکی دلیل چیزی که همیست که پیامبر صلی الله علیه و آله صلات لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، من آمد مقتدی باشه امام شامل میشه. حدیث بخاری. دوم رسول الله صلی الله علیه و آله من صلی صلاه لم یقرأ فیها بفاتحه الکتاب فهی خداج و هی خداج غیر کلام. کسی نماز بخونه سورة فاتحه را نخونه میگه این ناقص است و تمام نیست، یعنی کامل نشده نمازش نشده. یا حدیث صحیح بخاری مسلم است 395. دیگه حدیث ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که صحابه پرسان کرد، در ابو داود میاد که رسول الله صلی الله علیه و آله صحابه پرسان کرد که هر وقت من قرائت میکنم در جهر بلند شما هم کتبه میخوانید؟ بعض صحابه گفتن بله ما هم میخوانیم. شما قرائت میکنید؟ گفت بله. بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن. شما چیز از قرآن نخوانید وقتی که من بلند خواندم مگر القرآن بخوانید. القرآن یعنی سورة الفاتحه را بخوانید. القرآن سورة فاتحه است. این حدیث هم ابو داود آوردگی است. باب من ترک القرآن فی صلاة بفاتحه شماره 824. یعنی صحیح حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و آله فاتحه را استثناء کردگی است. در جهری هم گفته که خوانده شود، دیگه سوره خوانده در نماز جهری نشود. سوره فاتحه خوانده می قسم در خفیه و سوره فاتحه. دوستا می طریقه نماز ما در چند بیان، چون که واتساپ زیاد نمیگیره در چند بخش بیان میکنم. خود سوره فاتحه را دلایلش گفتیم. بعضیا یک حدیث پیش میکنن که رسول الله صلی الله علیه و آله در جهری تلاوت میکرد، باز پرسان کرد که پشت ما کی میخوانه؟ صحابه گفتن که ما میخوانیم. نه، این تو یک حدیث آمد ابو داود آوردگی است که باب من را القرائت اذا لم یجهر، کسی قرائت ببینه وقتی که بلند خوانده نشه. شماره حدیث 826. در اون میاد که صحابه گفتن ما قرائت میکنیم. بعد رسول الله صلی الله علیه و بعد راوی میگه که فانت الناس عن القرائت مع رسول الله فی مجال النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی مردم منع شد از قرائت به امر پیامبر در نمازهای جهری. این یک حدیث است. آیا این دلیل شده میتونه که سوره فاتحه خوانده نشه؟ جوابش نه. خود امام بخاری در کتاب جزء القرائت صفحه 13 میگه که ابن حجر در تلخیص الحبیر میفرماید که این عبارت فانت الناس عن القرائت فی مجال النبی این الفاظ ظهری است، یعنی که او مدرج داخل شدگی است. این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله نیست و کلام صحابی نیست، بلکه ظهری دیگر راوی حدیث آمده. وی گپ دوم فانت الناس عن القرائت هدف از قرائت غیر سوره فاتحه، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن، مگر سوره فاتحه را بخوانید. سوم حدیث راویش ابو هریره است او فتوای از این خلاف است. خودش به خاطر که فتوایش در قرائت خلف امام در نماز جهری همی است که خوانده شود و مذهب حنفی ما شما میگه وقتی که راوی عملش روایتش مخالف باشد اعتبار به عملش میشه نه به روایتش. چنان عمل خود ابو هریره هم سوره فاتحه را میخواندگی است. و امام یکی از علمای حنفی ابوالحسنات عبدالحی لکنوی حنفی درباره سوره فاتحه پشت امام میگه که لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا إلا ما إما لا أصل وإما لا يصح. هیچ لم يرد میاد هیچ حدیث مرفوع که از پیامبر ثابت باشه صحیح نهی از قرائت سوره فاتحه در پشت امام ثابت نیست، نامدگی است. میگه هر آن چیزی که ذکر میکنن مرفوع یا اصل ندارد یعنی ضعیفه، یا میگه صحیح نیست، یا اصل هیچ وجود نداره، یا از پیامبر ثابت نیست، بلکه تمام احادیث میگه به قرائت پشت امام ثابت است. خب امام شافعی هم مذهبش همیست که سوره فاتحه بر مقتدیان بخواند. امام نووی میگه که وقد ذکرنا ان مذهبنا وجوب قراءة الفاتحه على الامام.
ما یاد کنیم مذهب ما است که واجب فرض بودن قرائت فاتحه و مقتدی در رکعات من الصلاه السریه و الجهریه، هم در نمازهای خفیه هم بلند هذا و صحیح، یعنی میگه صحیح است به مذهب ما. و این هم در حدیث است، هم در 4 مذهب یعنی در مذاهب هم وجود داره. خب بعد از سورت فاتحه آمین گفتن با آواز بلند بگوی یا خفیه، با آواز بلند در احادیث ثابت است. در نمازهای خفیه بگویید، در نمازهای جهری بلند بگویید. دلیلش هم زیاد است. یک حدیث است که در صحیح ابن حبان است که ابو هریره میگه رسول الله صلی الله علیه و بعد از سورت فاتحه فارغ میشه رفع صوت و قال آمین، آواز خود بلند میکرد باز آمین میگفت، یعنی آواز خود. وائل ابن حجر میگه که ما رسول الله صلی الله علیه و الفاظ شنیدم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین، بعد از اون میگه فقال گفت آمین و مد بیا صوت، آمین گفت و آواز خود بلند کرد. عبدالحی حنفی هم که جمله علمای حنفی است، یعنی در مذهب حنفی میگه الانصاف ان الجهر قوی من حیث دلیل، انصاف همیست که بلند گفتن آمین در نمازهای جهری قوی است از حیث دلیل، یعنی از حیث دلیل بلند گفتن قوی است. پس این خود مذهب حنفی هم در التعلیق الممجد بیان کردگی است. دیگه در صفحه 103 بیان کردگی است. خب در چند بخش نماز را بیان کنیم. بعد از سورت فاتحه چی خوانده شود؟ اگر در نمازهای جهری باشد یا پشت امام با چوب شود خوب است. اگر در نمازهای خفیه باشد میتونه بعضی وقت که خود بخواند، بعضی وقت سورات هم بخواند خیره غیر از سورت فاتحه. در نمازهای جهری تن سورت فاتحه را بخونه گوش بده. خفیه میتونه که یکم دفعه دیگه سوره ها را هم بخونه. خب بعد از سوره خواندن چی کار کنه؟ در رکوع برود. با کدام شکل رکوع بکند؟ خب پشت خود با سر خود برابر بکنه. صحیح یعنی تو نه مثل چی واری شطور واری بالا باشد سرش و نه مثل خر واری سرش پایین کنه، برابر باشد. یعنی سرش که تو پشتش که حتی اگر یک جک هم در پشتش بانون چپه نشود و دستای خود از زانوهای خود محکم بگیرد و مدو فراخ، یعنی از زانوهای خود بگیرد و از بازوهای خود دور بگیرد، از شکم خود از بغلای خود بازوهای خود در رکوع دور بگیرد، یعنی و پایش قسمی که در قیام بود تا قسم طرف قبله باشد. با در رکوع کدام بخواند؟ خود چند احادیث آمده. در رکوع سبحان ربی العظیم هم آمده 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا هر قدر بزیاد بگوی ثواب داره. سبحان قدوس رب الملائکه و الروح کم از کم 3 بار یا 5 بار 7 بار هر قدر بخوانی هم در حدیث صحیح آمده، صحیح مسلم آمده است. سبحان ربی سبحان قدوس در صحیح مسلم شماره حدیث 487. دیگه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي يوم ده صحيح مسلم شماره حدیث 661 آمده است. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ده بخاری حدیث شماره حدیث 794. و ایران میتونه بیا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، یعنی هر کدامی هم یاره میتونه بخونه. حد رکوع که استاد میشه دستار بالا کند سمع الله لمن حمده بگوید. اللهم ربنا ولك الحمد بگوید هم صحیح یا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. یم در حدیث بخاری آمدگی شماره حدیث 799. یا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یم حدیث صحیح مسلم صفحه شماره حدیث 476. یعنی اینم میتونه چندین دعاست که سمع الله ما شما تانا ربنا ولک الحمد یاد داریم. وقتی که رکوع را خلاص کرد استاد شد بعد از چی کند؟ نمازگزار بعد از این به سجده می رود. اینا سجده به کدام طریقه شود؟ خود سجده یک چند طریقه است. یکی می است که سجده باید به 7 اندام شود. یک پیشانی و بینی در زمین بچسبد
دیگه دستای خدا و زانوهای خدا و قدمهای خدا. یکی دوم دستای خدا در سجده در که میماند در بین پیشانی و بینی خود باند، در برابری هم میباند یعنی. و هر دو دستایش و هر دو شانهش برابر باشد در زمین که میماند و هر دو دستای خود را در زمین بچسباند در وقت سجده و انگشتایش یکی در دیگهش نزدیک چسبیدگی باشد، فاصله نباشد در بین انگشتایش، که برابر باشه، به صورت عادی باشد. و پشتش بلند باشد، خب دراز نی، پشت خود بلند بگیرد و هر دو بازوهای خودم دور بگیرد، یعنی همی آرنجای خود در زمین نچسبانه، آرنج خودم بلند بگیرد و دستای خود بازوهای خود از بغلای خود دور بگیرد، شکم خودم از ران خود دور بگیرد در سجده و همی کوریای پای خود در یک دیگه خود بچسبانه در سجده. هر دو پای خود یعنی با شست و پایش یاش چسبی در زمین باشد، یک رکعت دیگهش یک جای باند و در زمین تو در زمین بالا نشود و تمام وزن بدن در دستایش باشد، یعنی زیادتر. اینم دلیلش زیاد است که سجده به 7 اندام کردن. یک کمی حدیث سمیرتن اسجد علی سبعة عظمین علی جبهتی و اشار بیدی علی عنفی و الیدین و رکبتین و اطراف قدمین. ما امر شدیم پیامبر که سجده کنیم به 7 اعضا، به پیشانی و اشاره به دستای خود کرد، به بینی خود پیشانی میگه علی الجبهتی و اشار بیدی علی عنفی، به دستای خود میگه به بینی خود اشاره کرد که بینی را هم در زمین بانی. و بعد از اون میگه گفت که پیامبر صلی الله علیه و سجده را که توضیح میداد گفت که والیدین دستا و رکبتین زانوا و اطراف قدمین، یعنی دو قدم که زیر شست است اینا را در زمین بچسبانه. این حدیث رو بخاری روایت کرده که 312 شماره حدیث است. خب سجده که میری اول دستا را بانی یا زانوا را؟ خب علما میگن هر دو جایز است، اما بهتر است که دستا را اول بانی، من دستا را اول بانی بعد از او زانوای تا بانی. خب پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که سجده میکرد فلما سجد بین کفی، در بین هر دو کفای دست خود سجده میکرد، یعنی هم حدیث صحیح در مسلم از شماره حدیث 401. و دیگه حدیث است که یک سوال پیدا می شود که دلیل به این بیان کنیم که پیامبر هر دو دستای خود در برابر شانه‌های خود مانده باشد در سجده. ابو حمید ساعدی رضی الله عنه میگه که وضع کفای حذو منکبه، پیامبر می کفای دست خود در برابری شانه‌های خود میمان. حدیث ابو داوود است 734 شماره شه، این در بین دو شانه‌های خود میمان. و در سجده انسان میتونه دعای زیاد بکنه غیر از اینکه سبحان ربی الاعلی بگوید یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والقدوس رب الملائكه والروح سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، كلش ده حدیث ثابت. یا این دعا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، كلش ده حدیث صحیح ثابت. اللهم اغفر لي ذنبي در حدیث مسلم از شماره حدیث 483 و اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك که در سجده بگویی، یا هم در حدیث صحیح وجود دارد که شیخ البانی هم در صفت صلات نبی آوردگی است. سبحانك اللهم ربي وبحمدك اللهم اغفر لي، حدیث بخاری است. دیگه این یعنی یک دعای آدم مختلف امی دعا را در سجده بگوید. خب از اول سجده خدا که بالا میکنه کدام دعا را بگوید؟ یعنی در بین دو سجده یا دعا است رب اغفر لي رب اغفر لي، حدیث ابو داود 874 یا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني
یا حدیث ابو داود نمبر 850 دیگه اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدینی وارزقنی. این تو هم حدیث آمد ابو داود 850. یعنی اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعني. این دعا را بگه خوبه در بین دو ساید اطمینان هم میاد. در کدام شکل انسان بشینه در بین دو سجده؟ خب صحیح همیست که یعنی دو پای چپ خودم خواه بتا بشینه دمو و پای راست خود استاده بانه، یعنی سر شستش که زیر پایین شستش کف در کف پایش استاده، پای راستش خود استاده بانه و دست راست خود سر ران خود بانه و عادی بانه دسته خود. یعنی قسم باز پس در سجده دوم براه. خب اگر در قعده ششت باز در سجده دوم یعنی باز اشاره بکند با انگشتای خود. اشاره هم در حدیث صحیح ثابت است. دست انگشت خود بالا میگیره تا آخر التحیات لله را خوانده میره. التحیات لله و صلات و طیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خب من ذره تیزتر خواندم، یعنی آهسته آهسته بخونم. انگشت خود بالا بگیره تا آخر، از اول تا آخر بالا بگیریم. بعد از این درود بگو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بعد از دیگه دعا است مثلا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. إني دعاء يا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر حديث البخاري شماري حديث 832. حديث دوم اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. مسلم حديث نمبر 661. یا این دعای دیگه که هم در حدیث بخاری یک آمد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. این دعا را بخوانید وقتی که تشهد خلاص شد، دعا و درود یا شد، با سلام دار بتا، اول به طرف راست بعد به طرف چپ. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بعد از الله اکبر بگوید، یک دفعه 3 بار استغفر الله بگوید. بعد اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. بعد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد آیت الکرسی را بخوانا. قل هو الله احد قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس. یک بار 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، یک بار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دیگه خلاص نمازش تمام میشه. بعد از این باز چیز کنه دیگه دعا را کرده بره. مختصر گفتم باید چیزای دیگه هم هست که میشه تورک بکنه، یعنی در قعده آخر. الله توفیق عمل نصیب کنه دیگه، چون که گفتین مجبور شدیم که را من بیان کنم و موفق مایت باشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کنه یک شخص غسل میکنه، فرایض و سنت‌های غسل در نظر دارد، خب اما مس سر نکرده غسل میکنه. عجیبه، میگه غسل میکنه فرایض غسل کل بدن شده، مس سر نکرده هیچ چیز. خب اول وضو میکنه، یعنی مس سر نکرده باشه خیر است. با این میتونه نماز بخواند. در وضو یعنی اگر وضو که مس سر نکرده غسل کرده باشه خیر آب میشه، اون مشکل نداره. یک برادر ما سوال کردن، برادر ما گفتن که گرفتن عصب در سن چند سالگی است؟ عصب یعنی عصا خب نفهمیدم چی رو میگه. عصا گرفتن نیست در اسلام، یعنی ضرور نیست. شما هدفتان چی است؟ شما رو نگفت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صحابه کرام که هم صحابه بود، یک علما بود. خب و همین قسم از تابعین تبع تابعین علمایشان خب از قرآن سنت دانه مجتهد بودن، میفهمیدن و پیش رسول الله هم بودن و از رسول الله هم یاد گرفتن. علمای صحابه از قرآن سنت که با رسول الله هم بودن دین یاد گرفتن، برای دیگران بیان میکردن.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم رئیس معلم یا قاضی یا حاکم روانشان میکرد مطابق قرآن سنت حکم میکردن که مجتهدین بودن و کسایی که مجتهد نبود از علما واجبشان نمی بود که از علما پرسان کنند فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله میگه از اهل وحی پرسان کنین اگر شما نمیفهمید. هر کسی که عالم مجتهد می بود نصوص میفهمید، یعنی وحی قرآن سنت از او اتباع میکرد. یعنی اینطور نبود که یه امام یا چند نفر باشد و درک در مذهب کسی تو مذهب گرایی مذهب تعصب مذهبی چیزی وجود نداشت. هر کس عالم می بود فهمیده می بود میرفتن سوال میکردن پرسان میکردن. یعنی عوامش که عالم نبود متبعین بود، علمایشان مجتهدین بودن. همین قسم در اسلام دو نوع است، یا متبع باش یعنی به اساس دلیل قرآن سنت تابعداری کو، و یا اینکه عالم می باشی که مجتهد می باشی فتوا میدی و مردم که قرآن سنت بیان میکنی. این تو مذهب گرایی که فعلا از شافعی مالکی تو چیز وجود نداشت. سوال کردن